همینا فرمان رحمانوف اجرا نمیکنن. برای چی؟ برای اینکه اینا یا تماما گفت گپا نمیدونن و پیش جو اومدگن گفت رحمانوف یا عثمان چی دگی باشن ایجا چی دگیان هر یا به خدا قسم مایمونی اورنگ تنگ بستگی که نگاه شو که میبینیشو میفته باشی زوپاک برای یورا گریه داره به خدا. یک اینا پلی همین ملت غارت دارن. اینا همین ملت به وضعیتی خیلی وخیم بد آورده رسانیدن که باید که وضعیت چنین باقی نماند. اگه 30 سالگی سری خور رحمانوف گذشت، جشنی که زیدش بود گذشت، اگه خیلی ترتتون تم کردی، اگه خیلی جولان کردی، اگه دیگه وضعیت مردم باید ببینه رحمانوف. اگه بس دیگه اگه وضعیت مردم دیدن در کاره ای سنتیابر ماشتون وای بلو میشد وای سنتیابر من وقتی وای کردم وای من اومده بودم وای ماش 3 سومون بود 7 سومون بود نه فقط 1 سومون بود وای اوستا پیش رفتن میگیریم وای اوستا نه سوس پیش برا یا سوس پیش برا یا اینکه من دولت دیگه غارت نکه بای دختر و بای بچه و بای دموده بشمورد. این ملت دیگه اوستا نمیشود. تو خودت پلنالات در یک سال میتونی 25 اوقات بخری، در یک وقت شیشتگی 25 اوقات بخری. شکم تا اگر توبه کم خود کافونه نمیدن در دون شکم چی پیدا میکنن. ولی این مردم نانی خوردن نداره، این مردم راه زندگی کردن ندارن، وضعیتشون با بدترین حالت آمدگی قرار گرفتگی است. دادی جانکاه این ملت زده است، معیوبش، معلولش، نفقه خورش، بازماندهش، برجاماندهش در پسترین حالت قرار داره. آیله که تو با بلندترین آیلوک های دنیا یک شیشه عرق خوردگی هزارها دلار و سفرهای تو چقدر مصارف و چقدر یعنی که خودنمایی کردن های تو سفرهای آخرت به ناحیه های شرق کشور چی بار آورده است؟ چی فایده داره سفرهای تو؟ مردم باز هم با همون گرفتن آوردن و تملق کردن چی در غرب در مناطق یعنی که شرق کشور حضور تو چی فایده داره همین سفرهای تو برای همین ملت؟ یا اینکه در کلاب چخل سفر کردنی برای 5 اکتبر مردم 300 سومونی بستگیان، یا اینکه با نزدیکی میخواد سفر به اشت کنه یک بلیسه یکی ملا عبدالرحیم رحمتی پانغازی راستش کرده است میخواد همو بلیسه را قیچی شبو بره. تو شرم که تو خود چی راست کرده که میره بلیسه راست کرده که ملا عبدالرحیم پانغازی را باید تو برای قیچیچه تبگیری یا که میره یا جایوزه رنگ همو مایمونو وری تری میکشیش وای من پیشوی ملت این بالنیسه رو برای شما کشودم وای بسیار هم خوب ایتری نمیشه وای تری فریب. تو خودت چیکار کرده برای ملت؟ تو پرزیدنتی چیکار کرده تو برای ملت؟ تو خودت چیکار کرده برای این دولت برای این ملت؟ اگر نه بیزنسمن این ملت بگیره روز که نه خودش پس تو برای چی در کاری؟ هم بیزنسمن میگیره روز کردن میگیره دولت برای ما در کار نیست؟ هم دولت غارت داره مردم هم دولت مجبور داره مردم که برای مردم بسازن. پس تو برای چی؟ این دخترها و داموده بشوری تو برای چی هنده این دولت؟ خیلی بگی دفشون که براده این ملت خودش راشه بیا واخی با خدا زنکا زنگ میزنن من دیگه شرم میدارم گپ زدن، من شرم میدارم والله گپ زدن. بچه من همدانیم من همی فهمیدم که خودت کم کم یاردم میکده. من همی خودت می یک طلب دارم، من 4 بچه دارم، 2 تاش در زندانه 2 تا دیگهش در روسیه 4 سالیشی صاف زنگم نمیزنن. من یگان راهی زندگی ندارم. بچه جان یگان 150 سومونی میتونی روانم کنی؟ شرم والله شرم. انسان هست شما از کوچه و از یعنی که همون نمادی که یک انسان دارد 2 چشم و 2 گوش یعنی بینی به هیکل به شکل انسان است یا شما به شکل انسانت ولی در داخل شما به مانند حیوانات درنده و غارت کننده و چور کننده هستی. زنگ میزنه مادری 60 چند ساله میگه بچه من چون چی گریجه دارم من اگه دختریش نمیفهمم که چیه. میگم خب خاله جان گپ زد. میگه بچه 300 سومونی داروم شدگی من معیوبم راه گشته نمیتونم. 2 دختر من طلاقشون کردگیان در خونم با 5 کودکیان. من خودم وضعیتم بزیب شوهرم که پرالیچ خواه من خودم با بینایتری حالت من چیکار کنم؟ 350 سومونی در کاره که من همی داروم بخرم بسیار شبا بچهشون خوابم نمیبره.
شما چی فکر داره این ملت اگر بدانه که شما دولت حقوق بنیا و عادله برای مخالفای دولت زنگ میزنن و از اونها میخواهند که برای اونها کمک کرده شود، پول فاند اجتماعی در دست شما، پول نفقه اون زنان و اون مردانی که سالها کار کردن در حسابهای شما خوابیده. آیا شما چی فکر میکنید که این پولا را باید شما بگیرید بخرید با زن و فرزنداتون کیف کرده بگردید؟ این مردم نفقه خور و این مردمی که با بدترین حالت قرار دارن کار کردن 40-50 سال بعد به مانند غلام از دنیا گذرن. کجاست مردانگی و ناموسی بعضی از مردانی که خودشان مرد میدانند و باز هم از همین رژیم رحمانوفی پلید و قاطب و تاجیکش و مسافد کمپرکش حمایت میکنند؟